the shadows play. The wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that on the breath of the breeze. چه کاری بود آخه. من یخ میزنم. الان احساس بهتری داری؟ آره این تو چیزا بذاری. بله بله چشم. بفهمه نه اینجوری شعله قشنگه هم مخفوف یازده قشنگ راست میشه. بیما روغ زرده 2 ملعقه برزان. آره ای بیارم. نه دیگه ما قربابی آوردیم. 2 ملعقه برزان. بیان. نه روغ زرد بود. بله. جمالی روغ زرد بیاری. که فکر میگه؟ زیاد. گل نمیاردم. آره خیلی عالیه. دلپذیره. مثل هوای دل. قشنگه تازه. نه اینا هنو باید خیلی دلششون هست. بذار که زمان نداره خوب. زمان خوب. دیشب زمار شد و زمار. بابا زمار بیدار شدم اصلا بود زمار بیدار شدم. خوبه که امین اینقدر خوابش چیز قابل یعنی شناخت داره تو خواب. تو حال یه هوایی شعله اینجا کم نه و زمار نمیکنه. کم بود. من نمیدونم کم بود نه زیاد. کم بود زمار. کم بوده زمار میکنه. نیست. چقدر شد؟
محکمه. آره نه محکمه. چیکو کردی؟ چینا نه کجا کردی؟ توی گوجه یکم کردم، الان که همه رو با هم زدی یه کوچولو مزه کن. بابا خب دیگه همین تخم مرغ بشکن توش. من نظرم شعلهش کمه، اینو ببریم تو تخم مرغ بندازیم. منم نظرم همینه. بو اینو واقعا داره داره یک زردم بندازه نرمش قسمتش چند تا بندازه؟ بنداز این همه این زرده همین چند تا شد؟ بذار سفیدها یکم ببنده بعد هم بزن. خواهم تخم مرغ خود زرده عوض کن. به نظر من که هنوز بعد 2 تا تخم مرغ دیگه بندازیم. 2 تا تخم مرغ معمولی، چون ما 2 زرده سفیده نداره درست. باید مون مجموع که باید زرده هم میرا تو زرد کنم. بسه؟ آره فکر کنم بعد بذار سفیده ها بپرزه بعد زرده ها رو بپر کن. به Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet